سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 4 فوریه همراه شما. مقامات تاجیکستان میگویند حکومت پاکستان قمرالدین احراروف، یکی از رهبران سازمان تندرو انصارالله را بازداشت کردند و بعد دوشنبه فرستادند. سازمان جاسوسی پاکستان قمرالدین احراروف را همراه با 4 شریک دیگرش برای محاکمه در دادگاه به مقامات تاجیکستان تسلیم کردند. در این باره منصور عمروف، معاون اولی رئیس کمیته امنیت ملی، روز 4 فوریه ضمن سخنرانی در مجلس نمایندگان خبر داد و گفت گروه بازداشت شده می‌خواست در تاجیکستان عملهای تروریستی انجام بدهد. فعالیت انصارالله که سازمان افراطگراست در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان روز 3 فوریه فردوس صاحب نظروف، رئیس دفتر حزب سوسیال دموکرات در ناحیه خراسان را بازداشت کردند. مفتشان میگویند صاحب نظروف بعد دزدی و پولشویی و گم شدن $42,000 از تاج پرام بانک متهم می شود. والدانش روز 4 فوریه بر رادیو آزادی گفتند میدانستند که با پسرشان این واقعه رخ می‌دهد. ما می‌دانیم آدمی که در همون اعضای کمیسیون انتخاباتی جمهوری ده هستن، آدم‌ها هم خیلی همین کارهایی که همین بانکی که گناه دارن و خوش هستن و وایک هستن با در اونجا هم هستن. ما گفتیم که همین ما فکر کردیم که ناموزی فرزند ما دشوار میشه گذاشتنش، دشوارش منم برام علنش. از این پیشتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت فردوس صاحب نظروف را که از طرف حزب سوسیال دموکرات به مقام وکیلی پیشنهاد شده است ثبت نام نمی‌کند، زیرا پرونده جنایی دارد. در مجموع 9 نفر از نامزدهای این حزب مخالف دولت تاجیکستان ثبت نام نشدند. بعد از قتل بیرحمانه معاذ القصصبه، خلبان اردنی از طرف جنگجویان سازمان دولت اسلامی، مقامات اردن 2 افراطگرای عراقی را به دار آویختند، از جمله ساجده الریشوی را که به بمبگذاری‌های خونین سال 2005 در شهر عمان پایتخت اردن گناهکار دانسته شده است. تندروان سازمان دولت اسلامی اول شرط گذاشته بودند که در صورت رهایی ساجده ریشوی خلبان اردنی را آزاد می‌کنند، اما روز 3 فوریه گروه دولت اسلامی ویدیوی زنده به زنده آتش زدن معاذ القصصبه را نشر کرد. محیدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از مقامات خواست به انتخابات آینده پارلمانی دخالت نکنند و امکان بدهند که این کارزار سیاسی شفاف و عادلانه بگذرد. محیدین کبیری که روز 3 فوریه در تلویزیون دولتی تاجیکستان برنامه انتخاباتی و هدفهای حزب را معرفی میکرد، گفت وجود داشتن یک جناح قوی حزب نهضت در مجلس نمایندگان به نفع کشور خواهد بود. و همچنین شکایت کرد که در آستانه انتخابات بعضی از مقامات دولتی با پخش نوارها و گزارش‌ها خواستند حزب نهضت را بی‌آبرو کنند. از این پیشتر رئیسان دیگر حزب‌های تاجیکستان از جمله حزب کمونیست و حزب دموکرات برنامه‌های حزبی خود را از طریق تلویزیون دولتی معرفی کردند. انتخابات پارلمانی روز 1 مارس برگزار می‌شود. در تاجیکستان توجه به آموختن زبان چینی بیش از پیش می‌افزاید و صدها نفر برای آموختن این زبان در مرکزهای تعلیمی نوبت می‌پویند. حالا در مرکز فرهنگی کنفوتسی در دانشگاه ملی تاجیکستان 1200 نفر منتظر ثبت نام و آموختن زبان مردم کشور همسایه تاجیکستان هستند. از جای نداره این معلوم کام و یا همه در جای موی لیگساس کرده نیگو کرده است. میگن کای موی گروه نامه کشوگوشه و یا همه میبیو میخونه. قوی‌تر شدن همکاری‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های چین به اقتصاد تاجیکستان احتیاج به زبان چینی را در تاجیکستان زیاد کرده است. بنا به گزارش‌ها حالا در تاجیکستان بیشتر از 50,000 شهروند چین در طرح‌های گوناگون اقتصادی کار می‌کنند و دولت چین هم وعده داده است تا 5 سال آینده در اقتصاد تاجیکستان 6 میلیارد دلار سرمایه می‌گذارد. گزارش کامل در این باره در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.